و بود سوم شخصیت انسان، فروید میگه که او ایگو یا میانجیگر است. میانجیگر است یعنی که خود میانجیگر یا ایگو بین سوپر ایگو و اید همیشه در تلاش است که این دو بود شخصیته، به خاطر از اینکه اید همیشه با سوپر ایگو در تضاد است. اید یک کاراکتر یا سمبل وحشت و حیوانیت است. سوپر ایگو قاضی وجدان یا وجدان است. هر کدام از این دو بود شخصیت انسان در یک تصادم و در یک جدال و در یک نبرد همیشگی قرار دارد و یگانه بودی که اینا را با آشتی دعوت میکنه بود میانجیگر یا بود ایگو میگه. مولانای بزرگ چی میگه؟ مولانای بزرگ میگه که شخصیت انسان از دو بخش تشکیل شده، بخش فرشته‌ای و بخش حیوانیش. خب اگر ما بخش اید فروید در نظر بگیریم، فروید در اید یا بخش حیوان صفت بگوییم یا در بخش خشونت بگوییم، این ارتباط میده به سه فاکتور عمده، یعنی به فاکتور غریزه ارتباط میده. میگه این مطلق مسائل غریزی است. دو قسم غریزه فروید میگه نزد انسان رشد میکنه که این غریزه را یکیش به نام ایروس میگه که این غریزه مطلق شهوانی است که به نام غریزه حیات یاد میشه، و دیگهش غریزه مرد میگه یا این تنتوس میگه، غریزه مرد. غریزه ایروس که حال همین کلمه ایروتیک هم از اون گرفته شده، ایروتیک یا ایروتیش، او را فروید به حساب شهوانی و غریزه جنسی ارتباط میده. و به شما معلوم است که زمانی که فروید زندگی میکنه، در همون زمان هم مکتب فروید، اندیشه فروید با یک تضاد و تصادم با اندیشه های همزمانایش قرار داشت. بسیاری کسا با نظریات فروید هم عقیده ندارند. فروید در زندگی خودم مشکلات بسیار زیادی داشت. بعدها کسان مکتبی به نام مکتب فروید ایجاد شد که مکتب بسیار بزرگی بود، اما رفته رفته بعدها مکتب فرویدیزم رد شد از طرف دانشمندای دیگر. اید فروید ارتباط میگیره با ما گفتیم که اید است و سوپر ایگو و ایگوی فروید است. اما ببینید که مولانا چی میگه. مولانای بزرگ شخصیت انسان چه قسم به بررسی میگیره؟ از آرای مولوی، از دیدگاه مولوی مخلوقات عالم بر سه گونه اند. ببینید این به شعر چه قسم میگه. مولوی صاحب میگه از دیدگاه مولوی مخلوقات عالم بر سه گونه اند. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. خب سه گونه. گروه اولش کیست؟ میگه گروه اولش فرشته هاستند. فرشته هاستند که اینها از لذت حرص و هوا و هوس بری هستند. پیش از اینا لذت حرص و هوا و هوس وجود ندارد. مولانا میگه یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است و نداند جز سجود. نیستند در عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. این گروه فرشته ها است که مولوی را به شکل همین گروه فرشته را که مولانا یاد میکنه، این گروه تقریبا معادل سوپر ایگوی فرویدند. در این گروه غریزه های حیوانی اید به طور کامل ریشه‌کن شده است. در وجود آنها کوچکترین اثر از حرص و هوا و هوس و وسوسه های شیطانی و جسمانی باقی نمانده است. آنچه باقی مانده است سوپر ایگوی الهی و آسمانی است. مولانا این را امرایش اگر مقایسه میکنیم بیشتر سوپر ایگو به نفع سوپر ایگو تمام. در اینجا نیازی به ایگو یا میانجی نیست. میانجی پیدا شود و سوپر ایگو را با اید آشتی بده. به خاطر از اینکه تمام خصایل نیک در وجود سوپر ایگو جمع شده و تمام خصایل نیک در وجود فرشته جمع شده. فرشته هایی که مولانا میگه. یعنی به این مفهوم که فرشته مولوی از مثلث سه‌بودی فروید فقط یک بود داره. به او بود فرشته و سوپر ایگوست. دو بود دیگر نداره. گروه دوم مولانا صاحب یک حرف را اینجا یاد کرده
سمبل خشونت، جهالت، نادانی را مولانا خر گفته. خر. مولانا میگه گروه دوم گروه خرانند که فقط در فکر شکم و زیر شکم. متوجه هستید؟ این به چی شکل میگه مولانا؟ مولانا میگه یک گروهی دیگر از دانش تهی، یک گروهی دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از سعادت غافل است و از شرف. این گروه است که به نام گروه خرایره، یا گروه منظور از خر سمبل جهالت و نادانی و خشونت و غیر آدمیت است. گروه سوم مولوی میگه گروه سوم گروه آدمی زادند که نیم آن از فرشتگان و نیم دیگرشان از خرانند. در درون انسان بین نیمه خر و نیمه فرشته همواره جنگ و نبرد وجود دارد. این چه قسم به شعر میگه مولانا؟ میگه این سوم هست آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمش زخر، نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل علوی شود. تا کدامین غالب آید در نبرد، زندگانه تا کدامین برد نر. کدامی از اینا میدان میگه. نیمه فرشته به سوی آسمان مایل است و نیمه خر به سوی پستی تمایل دارد. اگر عقل پیروز شود آدمیزاد از فرشته نیز بالاتر است. اگر شهوت غالب شود بشر از خر هم پستر میشود. ببینید چه قسم بیان میکنه مولانای بزرگ. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، از ملائک این بشر در آزمون. از ملائک هم بیشتر بالاتر میشه، بهتر میشه. شهوت اگر غالب شود پس کمتر است، از بهایم این بشر چون ابتر است. از حیوان هم کده بدتر میشه. گروه اول و دوم یعنی گروه خران و گروه فرشتگان از کشمکش‌های درونی آسودند. در درونشان جنگ و مبارزه نیست. آدمیزاد اما همیشه از جنگ درونی بین دو نیروی مخالف در عذاب است. گروه سوم گروه آدمیزاد است. همیشه در درون آدمیزاد یک گروه فرشته و گروه حیوانی است. اینا در تضاد است، همیشه در نبرد است. مولانا میگه آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب. منظورش از فرشته و از گروه حیوان است. میگه آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، جنگ و حربی ندارند. و این بشر با دو مخالف در عذاب. همین بشر است که دو مخالف در نهادش است و همیشه این دو مخالف با هم در ستیز هستند. از نظر مولوی بشر یک دست حق نشده است. در خمیر مایه او هم نیروهای اهورایی و هم نیروهای اهریمنی هر دو وجود دارد. اگر فرشته غالب شود، ببینید اگر فرشته غالب شود چی میگه؟ یک گروه مستغرق مطلق شده، همچون عیسی با ملک ملحق شده. اگر خر غالب شود میگه قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. اینجا تقریبا از نظر فلسفی خر مولوی تقریبا معادل اید فروید است و فرشته مولوی تقریبا معادل سوپر ایگوی فروید است. مولوی معتقد است که این خر و این فرشته از بعد به تولد در درون بشر وجود دارند. فروید چی میگه؟ اما معتقد است که بشر از بعد به تولد تا سن 3 سالگی تا 5 سالگی در مرحله دانش. فروید میگه که وقتی که طفل تولد میشه از شروع تولد تا سن 3 سالگی و 5 سالگی این فروید به نام سن دهانی مقعدی یاد میکنه. یعنی شیر مادر میخوره و از مقعد میبراه. ولی از سن 5 سالگی فروید میگه که خصلت اید در وجود ازی، در شخصیت ازی شامل میشه. یعنی این به طرف خود میکشونه که بعدا این یک بحث بسیار پیچیده و بحرانجی است. بعضی است که به حساب شهوانی و غریزه و شهوت ارتباط میگیره که یک بحثی که من نمیخوام سر از صحبت کنم. شیره های ما اینجا تشریف دارن و نمیخوام سر از صحبت کنم و به همین خاتمه میتیم. ولی یک مطلب میخوایم که بیان کنم که یک گروه دیگه از دانشمندان پرسونالیتی و شخصیت انسان مربوط به تربیت انسان میدانند. میگویند شالوده شخصیت انسان تربیت انسان است. اونها محیط اجتماعی را برای تربیت انسان قرار میدن. میگم هر قدر محیط اجتماعی بهتر و خوبتر باشه شخصیت انسان تکامل پیدا میکنه.
برای ازی دانشمندان یک مثال بسیار روشن میدن. میگن اگر همزمان اگر در جهان ما همزمان دو طفل به دنیا بیاید، یکی در یک جنگل وحشی دور از آدمیت و دور از تمدن وحشت و یکی در قصر پادشاهی، همزمان دو تا طفل تولد شده. اگر میگه شما بگیرید جاهای از اینا رو همزمان عوض کنید، او طفلی که در قصر شاهی تولد شده و ببرید در جنگل و او وحشی که در جنگل تولد شده و بیارید در قصر شاهی، وقتی که اینا رشد میکنن کلان میشن، میگن که او شاهزاده است و او جنگلی است. اینا نقش محیط اجتماعی را در تربیت در شخصیت انسان رول میدن. این گروپ تئوری یک تعداد از دانشمندان است. با عرض معذرت اگر شما را زیاد مزاحم نشده باشیم. از دکتر سمترابی یک جان تشکر میکنیم. واقعا یک بخشی از مقالهشان بسیار جالب بود که فرویدیسم با مولویزم مقایسه کردن. بخش دوم مقالهشان